سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده خشک بیجار به زیباکنار. امروز پنجشنبه 28 تیر ماه و ساعت حدود 11 صبح. این ولاگ رانندگی در ادامه ولاگ های رانندگی از آستانه اشرفیه به لشت‌نشا و خشک بیجار، رانندگی در شهر خشک بیجار و گردش در پنجشنبه بازار خشک بیجاره. در ادامه هم قراره از مرکز شهر خشک بیجار به سمت زیباکنار بریم که در پنجشنبه بازار اونجا ولاگ تهیه کنیم. خشک بیجار جزء شهرستان رشته که در همسایگی شهرهای انزلی، خمام، کوچه اصفهان و لشت‌نشا قرار داره. بازار هفتگی در این شهر در روزهای پنجشنبه برگزار میشه. رانندگی در جاده خشک بیجار به زیباکنار به قول آقای دیرباز انگار داری وسط دیگ پلو رانندگی میکنی و عطر شالیزار آدمو مست میکنه. اگر به دیدن ولاگ‌هایی از شهرهای اطراف مثل لشت‌نشا، انزلی، خمام و کیاشر علاقه دارید، لینک پلیلیست این شهرها رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار دادم. در ضمن رانندگی در جاده انزلی به چمخاله لنگرود هم قبلا در کانال قرار داده شده. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.